یه جاهایی از نما هست باید سینه خیز بریم. یا موفق شدم. دوستان یک بار برای همیشه میگم، حتی سنگ هایی که اسکوپ شده هم نیاز به رول پلاک داره. احتمال سقوط سنگ وجود داره. صفر شد. خب ببینید، رول پلاک کردن که مرحله اوله برای ایمنسازی نمای ساختمونه. مرحله بعدیش که خیلی مهمه بتونه است که اون بتونه رو اکیپی که برای شما کار میکنه بتونه بتونه رو رنگ سنگ شما در بیاره که مثل این نمایی که میبینید زشت و زننده به نظر نرسه. و اکیپ ما گروه باتیسرابه نهایت تلاشمون رو میکنیم که بتونه که رنگ میزنیم برای شما میزنیم به روی رول پلاک نزدیک باشه به رنگ سنگ نماد.